در تاجیکستان طول یک ماه اخیر ماه رمضان به فرق از سالهای پیش نرخ محصولات در بازارهای پایتخت به تغییر باقی مانده بود و ساکنان پایتخت هم از آن اظهار خوشنودی میکردند که به مثل سالهای پیشتر نرخ بالا نرفته است. اما در 3 روزی که تا روز عید باقی مانده است به طور بی سابقه نرخ‌ها در بازارهای پایتخت برای میوگی بالا رفت. مثلا اون میوگی هایی که از خارج کشور هستند، از بگیریم انگور تا 25 سومون ارزش دارد، سیب از 18 تا 25 ارزش دارد، زردآلوی تاجیکی 15 سومونی ارزش دارد، سیب‌های تاجیکی باشد از 8 تا 12 سومونی خریداری کردن ممکن است. شفتالو هم شروع می شود از 8 سومونی برای شفتالوهای تاجیکی، اما برای شفتالوهای خارجی از 20 تا 25 سومونی. سیبتون چنده که؟ 23 سومو؟ سیب کجا که؟ آرژانتین. ای سیب؟ اینا 20. اینا آرژانتین. ماندارینتون چنده؟ انا ماندارین 35 یا 30 سومون. خخمه؟ خانه خوی ماندارین 35 سومون باشه. نه 30 سومون. اناناساتون چنده؟ 40 سومونه. دونش 40 سومونه. بعد سیبای پیشتون چی بود؟ 25 سومونی سیب. سیب کجا؟ 10 سومونی سیب کجا؟ شفتالوتون چنده که؟ 13 سومون. انگورتون چه که؟ نمیفروشه؟ این سیب چند پله که؟ سیب 25 میتونه. آخه قیمتی بده یا چی بهتر قیمت؟ این چیز دارم. چنده انگورتون خلا؟ تاجیکیه؟ این هم 15 سوم. 15 بعد رفتن ما ایش 25 کیویتون چنده که؟ Yapam size Galanski amaç 25 sınır. A تاجیکیمون چی؟ Ay 12 kullanıyor. کاری به نظر میرسد در ماه شریف رمضان امساله محصولات اساسی کشاورزی به مراتب فراوانتر شده است و در قیاس با حتی قبل از عید تا اندازه نرخ هم ارزانتر شده است. مثلا اگر نرخ کارتوشکه و پیاز قبل از عید 2.5 تا 3 سومونی ارزش داشت، حاضر برای 1 کیلو کارتوشکه 1 سومون و 70 درم و برای 1 کیلو پیاز 1.5 سومونی میپرسند. چند است که 36 سومونی. امسال در بازارهای پایتخت تاجیکستان نه در یک ماه شریف رمضان و نه در یک سال اخیر نرخ گوشت بالا نرفته است. این هم در حالی است که سالهای پیش در ماه شریف رمضان نرخ گوشت تا 45 سومونی ارزش داشت. با گفته مسئولان بازار پایتخت در امسال خریداری گوشت از سوی ساکنان به مراتب کمتر شده است. نرخ نوا چقدر در بازار؟ نرخ نوا تقریبا کفاجان که با بشه. قیمت چی مثلا قیمت شما؟ همه چی آخه همه چی میوگی. 2 روز پیش 5-6 سوم بود، امروز 15 سوم. مثلا چی 2 روز پیش مثلا شما دیدید که 5-6 سوم بود امروز قیمت؟ زردآلو، شفتالو، انگور همه چی پجان سیب همه چی. شما انتظار داشتید که اینقدر نرخ نوا میبره؟ کجا؟ برای خودتون اجازه میتید که چند خیلی مثلا شما میخواستید خریداری دیدین کم خریدید، چند کیلو خریدید؟ من 2 کیلوی 3 کیلویی گفتی گفت از ماش نیست نمی 1 کیلویی گرفتم رفت. سلام علیکم. عیدتون مبارک باشه. ای بازار خرید کردیم به فکر ما؟ چقدر است نرخ نوا؟ بلند؟ چی خریدید برای عید برای خودتون؟ شکلات خب چی کلچه. کلچه و شکل. میوگی نگرفتید؟ نه میوگی قیمت چند سوم است مثلا؟ چی میخواستید گرفتید که زورتون نرسید؟ سیب انگور. چند بود است نرخ نوا؟ 20 تومان. 20 تومان 21 تومان. یعنی شما بختون دسترخوان نیم ساله ده میوگی نمیمونید؟ میوگی نرسید. خیلی که زوریمون هم قبول گرفتیم.
یعنی از کلچه عبارت میشد و قند قند و پیچی پیچی. هر سال شما میوگی میخریدید؟ چی میخریدید بیشتر؟ انگور سیب نوک میخریدیم این سال خیلی زورمون نرسید انتظار داشتید که همین نرخ و نوا بالا میشود در همین وقت؟ در این نه نداشته بودیم خیلی کشوز با چند سوم بازار اومدید؟ 250 250 سومون همین که یک دو سیتکا گشتید؟ سلام علیکم تمام. ایدتون مبارک باشه. از بازار تشکر. از بازار گشتید؟ بزرگ چی خرید کردید اگر مخفی نباشه؟ خب شیرینی من خیلی چیه که در همین گرمی داری تاباور باشم تا خانه برسن اینا برای دسترخوان گرفتید؟ برای روی دسترخوان این سیب هم برای سه دسترخوان؟ برای روی دسترخوان همین سیب چند سوم خریدید؟ 3 سومانی سه گرفتم یک سوم. کیلو از سیبای کلان چند بودن؟ سیبای کلان از 8 تا 15 سومانی این خاک من نمیدونم همون محصولات همون چی همون فروشنده که دین روز بود همون من همون خریداری که دین روز را خرید کردم لیکن اگر- نرخ فرق اگر نخره چی همینه؟ روی دسترخوان هر کس به فکرم که فکر میکنم که همین روز عید در یک سال 2 مرتبه حرکت میکنه که روی دسترخوان یک چی باشد و یک آدمی اومده که دو فوت یک حتی قرض میگیره؟ نه یکم برای تا قرض کنم اگر قرض میشد من 15 سومان 20 سومان رو میخریدم برای قرض بشه تشکر زیاد. سلامت باشید ایدتون یک بار دیگه مبارک. سلامت شما از او رحمت